دادگاه شهر خوجند دو پزشک این منطقه را در مرگ سعادت سلامова دختر سایرام احسویeva هنرپیشه معروف تاجیک عیبدار دانست و به 3 سال حبس محکوم کرد. این حکم دادگاه روز 25 январ صادر گردید. حاتم آتابایف پزشک مرکز مبارزه با بیماری سیل در سوخت و مهری یوسفova دستیار آزمایشگاه این مرکز برای نامطلوب اجرا کردن وظیفه کسبیشان عیبدار شدند. مقامات دادگاه گفتند که این افراد 3 سال در زندان دارای نظام سکونت ادای جزا کرده، بعد آن 1 سال دیگر از حق اشغال منصب محروم خواهند بود. در برابر حاتم آتابایف و مهری یوسفova چند دیگر از پزشکان در دادگاه پاسخ گفتند. یکی از آنها سعادت امینجانova معاون سرپزشک بیمارستان خوجند بود که روز 19 январ گفت واقعا از حال سعادت سلامova دختر هنرپیشه معروف سایرام احسویeva در خانه‌شان خبر می گرفت، ولی برای طبابت پررأی او مسئولیت نداشت. این اظهارات طبیب خانواده سلاموف‌ها را حیرت زده کرد. آنها گفتند که طبیبان از اول ضرورت بردن دخترشان را به بیمارخانه تأکید نکرده بودند. سعادت سلامova هنرپیشه شایسته تاجیکستان و دختر هنرمند شناخته سایرام احسویeva ماه اپریل سال 2017 بعد از تقریباً 2 ماه طبابت در خانه‌اش و بیمارستان در سن 50 سالگی از خونروی مغز سر درگذشت. پیوندان سعادت سلامova میگویند طبیبان برای دقیق کردن بیماری دخترشان از اول به اشتباه راه داده اند. موضوع سطحی پست تخصصی پزشکان و معالجه های اشتباهی در تاجیکستان زیاد مورد انتقاد است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی کشور تنها در نیم ساله اول سال گذشته 31 مورد اشتباه طبیبان را آشکار کرده، نسبت به چنین طبیبان جزای مأموری تعیین کرده است.